مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 اکتبر سال 2023 از آشکار شدن سه آلت قلابی به مبلغ 875,000 سومونی یا تقریبا $80,000 از جانب دو ساکن شهر دوشنبه خبر داد. خود دستگیر شدگان برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع رسمی به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع شو منصور با عریضه مرد 32 ساله ساکن نوع واسه مراجعت نموده است که ماه سپتامبر سال 2023 در نزد مرکز سودای صدبرگ مرد 45 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او 237,000 سومونی گرفته وعده داده است که بر عوضش او هم پوره گرفته می‌دهد، اما نام برده به وعده‌اش نایستاده مبلغ گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. این چنین می‌افزاید وزارت کارهای داخلی گمانبر شونده ماه سپتامبر سال 2020 در نزد مرکز سودای پیکر با روی فریب به باوری مرد 43 ساله ساکن پایتخت در آمده از او 528,000 سومونی گرفته نیز وعده داده است که بر عوضش او هم پوره گرفته می‌دهد، اما به وعده‌اش نایستاده این مبلغ گرفته‌اش را هم به منفعت شخصیش صرف نموده است. همچنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 36 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی گمانبر شونده 12 سپتامبر سال 2023 در نزد بازار کوشانیان با روی فریب به باوری مرد 34 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او 120,000 سومونی گرفته وعده داده است که در مدت 20 روز مبلغش را پوره برمیگرداند، اما تا حال مبلغ گرفته‌اش را برنگردانیده است. وزارت کارهای داخلی گفت آید به این حادثه‌ها تفتیشات ادامه دارد. وقت‌های آخر در تاجیکستان موردهای قلابی به خصوص موردهای فریب هنگام معامله‌های تجارتی خیلی زیاد شده است. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 1491 مورد قلابی ثبت شده است. این قریب 13% از جمع 11,612 جنایت در نیمه اول سال جاری در کشور رخ داده را تشکیل می‌دهد. سال 2022 در تاجیکستان بیش از 3000 مورد قلابی آشکار کرده شده بود. به حساب میانه هر جنایت هشتم در تاجیکستان این قلابی است. از آن بیشتر تنها دزدی است که قریب 5 جمع جنایت‌ها را در کشور تشکیل می‌دهد.